مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم زنه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. در طول 48 ساعت گذشته ماجرای پرویز پرستویی حسابی در فضای مجازی سر و صدا و جنجال به پا کرد. ماجرا از این قرار بودش که پرویز پرستویی برای نمایش فیلم داستان‌های 1001 روز به لس آنجلس امریکا سفر کرده بود و حاشیه‌های زیاد اتفاق افتاد. یکی از این حاشیه‌ها این بودش که یه سری از مخالفان سیستم آخوندی و مخالفان جمهوری اسلامی رفته بودن جلوی در سینماهایی که این فیلم قرار بوده اکرام بشه، هم به پرویز پرستویی حمله کرده بودن و بهش فحش داده بودن و هم به افرادی که رفته بودن میخواستن برن این فیلم رو ببینن و یک موبایل گرفته بودن دستشون و از پرویز پرستویی سوال میکردن که شما به جای اینکه از بچهای غزه و نمیدونم فلسطین بگید دلتون به حال بچهای ایران بسوزه. یعنی کلا مفهوم سوالشون این بوده و اعتراض کردن به اینکه شما چرا از شهدای آبان که 1400-500 نفر بودن صحبت نکردید و خلاصه سوالهایی که بیشتر جنبه سیاسی با هدفی خاص داشته از پرویز پرستویی کردن و توی شهرهای مختلف مدام رفته بودن سفر کرده بودن و سلبریتی ها و افرادی که برای نمایش فیلم ها رفته بودن تو شهرهای مختلف ازشون سوال میپرسیدن و موبایل رو در می‌آوردن فیلم می‌گرفتن. در یکی از این شهرها یکیشون حسابی سپیچ میشه به پرویز پرستویی با یک لحن تند، با یک ادبیات عجیب و غریب از پرویز پرستویی سوال میپرسه، از اون برام پرویز پرستویی میزنه و موبایلش رو میندازه. به اصطلاح مزاحمت ایجاد میکنه. برای پرویز پرستویی جلوتر هم میگم مثلا مفهوم مزاحمت یعنی چی. بعد از اینکه این فیلمو میگیره بلافاصله تو پیج خودش پست میکنه، کاری که خیلی مد شده. افرادی که مخالف سیستم آخوندی و مخالف جمهوری اسلامی، بعضی که یک شخصی که حالا معروف هستش از داخل ایران سفر میکنه به خارج از کشور، فرقی نمیکنه ترکیه است، آلمان، امریکا، استرالیا، حالا هر جایی که هست، دوربین در میارن و از اون شخص فیلم میگیرن و سوالات سیاسی از اون شخص میکنن. حالا آیا اون شخص سیاسی هست یا نیست به امانت جلوتر توضیح خواهم داد. بعد از انتشار این ویدیو جنجال‌های زیادی به پا شد. بریم یه تیکه از این ویدیو رو ببینیم، بیایم من بهتون توضیح خواهم. رایت این رو دارم بیام صحبت کنم اینجا. تو نداری. من گفتم آقای پرستویی من از شما پرسش دارم، میخوام بیام بپرسم چرا از من میترسید؟ چرا از من میترسید؟ بگید، جواب بدید. من میخوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟ به تو ربطی نداره. چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه. انسانی حرف نمیزنی. چرا انسانی حرف نمیزنم؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما. اگر من کاملا دارم اجازه بدید. گفتم دیگه این قضیه یک اپیدمی شده و یک سری افرادی که خودشون رو مبارز سیاسی میدونن، خودشون رو طرفدار حقوق مردم ایران میدونن و خودشون رو نماینده کسانی میدونن که در ایران داره بهشون ظلم میشه، داره بهشون اچاف میشه، این ویدیوها رو منتشر کنن. بعد از انتشار این ویدیو، وقتی که شما شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام، فیسبوک یا حتی رسانه‌های ماهواره‌ای یا رسانه‌های تصویری رو دنبال می‌کنید، با دو اظهار نظر متفاوت و گوناگون مواجه میشید. طبیعتاً کسانی که مخالف سیستم آخوندی هستند، طبیعتاً کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، از این قضیه ماهیگیری‌های خاص خودشون رو میکنن. بهترین سوژه و بهترین کیس براشون هست که آی ببینید فلان سلبریتی اومده و خارج از کشور این رفتار رو با مخالفان خودش داشته. و البته یه دم کامنت میذارن به این شخص، میگن دمت گرم، مرسی، تو یک مرد واقعی هستی، تو طرفدار حقوق ما هستی و دمت گرم که با یک سلبریتی حکومتی این رفتار رو انجام داده. اما ما اون ور قضیه، اگه ما قرار باشه عادلانه به این قضیه نگاه بکنیم، اون ور قضیه هم میبینیم عده‌ای معتقدن که پرویز پرستویی به اندازه کل هیکل اون آدم‌هایی که ادعا میکنن طرفدار حقوق مردم ایران هستن کارهای خیر انجام داده. این رو من هم میتونم تایید بکنم، میتونم اشاره بکنم به بیش از 100 تا اعدامی که پرویز پرستویی با وساطتش به خاطر سلبریتی بودنش جلوی این اعدام ها رو گرفت. اعدام هایی که حالا به دلیل قتل‌های غیر عمد بوده.
کمک‌های خیریه‌ای که انجام داده و فعالیت‌های خیرخواهانه‌ای که انجام داده که همه اون 6 میلیون و 300-400 هزار دنبال کننده پرویز پرستویی بهتر از اون چند نفری میدونن که اومدن جلوی در سینماها به این شخص فحش دادن. اما بریم جلوتر ببینیم که خب طبیعتاً چگونه این اتفاقات رقم می‌خوره. پرویز پرستویی اومد بعد از این جنجال‌هایی که ایجاد شد در پیج خودش یک ویدیو منتشر کرد و ماجرا رو توضیح داد. اما قبل از اینکه من ویدیو پرویز پرستویی رو پخش بکنم یک آنالیز میکنیم که اصلاً چه رفتاری با سلبریتی‌های همچون پرویز پرستویی در لس آنجلس امریکا صورت گرفت. اول از همه این شخصی که اومدن و فیلمی رو منتشر کردن که اصطلاحاً پرویز پرستویی دوربینشون انداخته بود، شخصی به اسم سام هستن، حالا فامیلیشون بمونه. ایشون عضو تیم ملی جودوی ایران بودن. سال 88 تنها مدال آسیایی ورزش جودوی ایران رو گرفتن، فکر میکنم که مدال برنز رو گرفتن. اما همین شخص سال 1389 به اتهام، حالا میشه گفت یا حالا اگه واژه اتهام واژه درستی براش باشه، تخلف بگیم بهتر هستش، ایشون دوپینگ کرده بودن و 6 ماه از میادین اصطلاحاً محروم شده بودن. بعد از اون به امریکا مسافرت کردن و اصطلاحاً مهاجرت کردن. عده‌ای معتقدن که ایشون در آمریکا پناهنده شده، اما خودش میگه که نه، من ویزای حالا ورزشی و کاری گرفتم و در امریکا دارم زندگی میکنم و به نوعی مبارز و مخالف جمهوری اسلامی. با دیدن مصاحبه‌های این شخص در تلویزیونی همچون صدای امریکا میبینیم که بله، سر کله شخصی به اسم مسیح علی نژاد پیدا شده و شروع کرده چپ و راست با این شخص مصاحبه کردن و گویا ایشون نماینده 80 خورده میلیون آدم هستن و از ایشون سوالات سیاسی پرسیدن و راجع به شرایط سیاسی ایران پرسیدن. من نمیدونم خب اگر منم مدیا دارم و منم مخاطب دارم به اندازه خودم، چرا هیچ وقت مسیح علی نژاد نمیاد از من دعوت بکنه و از من راجع به موضوعات سیاسی بپرسه؟ هرچند من بارها در ویدیوهای خودم گفتم که من هیچ وقت آدم سیاسی نیستم و اصلا سعی میکنم که وارد دنیای سیاست نشم. چرا؟ چون سیاست فوق‌العاده کثیفه. چون شما نمیدونید که در پشت پرده کی با کی بسته. آدم‌هایی که خودشون رو در ظاهر مخالف سیستم آخوندی جمهوری اسلامی میدونن، بدونید که اونور ممکنه که با یک جریان امنیتی بسته باشن، یا آدم‌هایی که دارن فعالیت‌های مختلف میکنن در قالب مبارز یا در قالب یک سیاستمدار. یعنی شما واقعا نمیدونید که در دنیای سیاست چه اتفاقاتی میفته. یک جمله معروف هستش که پدر من همیشه به من میگفت: سیاست پدر و مادر نداره و اصلا مشخص نیست که در سیاست داره چه اتفاقاتی میفته. اما ولی وقتی وارد دنیای سیاست بشید دیگه اونجا خط قرمزها و عدالت‌ها بر پایه منفعت آدم‌ها صورت میگیره، نه بر پایه یک عدالت واقعی. یعنی هر کسی بر پایه منفعت خودش خط قرمزها رو تعیین میکنه. گفتم بهتون که میخوام بهتون نشون بدم که اصلا چه اتفاقاتی برای سلبریتی‌ها در امریکا افتاد. بریم یکی از این ویدیوها رو ببینیم که همین آقای سام که اون تصویر پرویز پرستویی رو پخش کرد و رسانه‌ها پخش کردن و ماهیگیری خودشون کردن، آی ببینید پرویز پرستویی فلان کرده بسان کرد. ببینیم که چه رفتاری انجام داده جلوی سالن سینما. یکی از این ویدیوها رو ببینید. دمشون گرم اینجا، دمشون گرم اینجا، دمشون گرم اینجا رو نگاه، این جوونا رو نگاه کنید. ببین 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 این جوونا رو نگاه کنید. دیدید جوونا رو؟ این بچه ها رفتن دنبال اون پرستوی حکومتی. توجه کردید؟ گوشی رو گرفته بود دستش. 5-6 تا از بچه‌هایی که شاید بیشتر از 10-12 سال سن نداشتن، بچه‌ها داشتن فوش رکیک کدار میدادن و اینم داشت فیلم میگرفت میگفت ماشاءالله، آفرین، فوشکششون کردی، دمت گرم، عالیه. ببینید این بچه. آقای محترم، شمایی که میری جلو در اصطلاحاً سینماها و از پرویز پرستویی میپرسید که شما چرا از بچه‌های ایران نمیپرسی، از بچه‌های دلت به حال بچه‌های نمیدونم غزه و لبنان و سوریه میسوزه، شما خودت دلت به حال اون بچه‌هایی که اطراف خودت بودن سوخت؟
شما به جای اینکه جلوی دهن اون بچه‌ها رو بگیری که حرف چرت و پرت نزنن، الفاظ رکیک نگن، شما با تشویق این آدم‌ها اینا رو تشویق می‌کنی که یک سری الفاظی رو بگن که دنیای کودکانه این بچه‌ها رو هم به لجن بکشی. شما با این رفتار خود در قانون اگه بخوام بهشم اشاره بکنی میشه کودک آزاری، چون شما داری یک رفتاری رو می‌کنی که بچه یک سری حرفای رکیک بزنه، بعد اینو فیلم می‌گیری و به عنوان یک جریان و به عنوان یک مبارزه پخش می‌کنی. بریم یه فیلم دیگه ببینیم. بیشرف 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 تیپا رو نگاه، فقط یکیشون رو سری داره، فقط یکیشون دل امام زمان رو به دست آورده، فقط یک طرف رو بیشرف خطاب میکنن، طرف رو بیناموس خطاب میکنن، طرف رو نمیدونم مادر فلان خطاب میکنن، طرف رو نمیدونم سلبریتی فلان خطاب میکنن، بعد میگن که ببین حجابشو، میدونم ایشون دل امام زمان رو به دست نیاورده چنین و چنان. معنی دموکراسی و آزادی بیان و عقیده اینه؟ شما میخواید آخونده از اون مملکت برن، گشت ارشاد از اون مملکت بره که این رفتار وحشیانه رو بکنید؟ در همه جای دنیا معنی دموکراسی، آزادی بیان و احترام به عقاید آدم ها تعریف شده است. شما در لباس مبارز، این اصلا راه اون 1500 تا شهید آبان بود، شما طرفدار اون 1500 تا شهید آبانی داری این رفتارا رو میکنی؟ طرفدار اون آدمایی هستی که الان توی ایران میخواد حقشون رو بگیرن از اون سیستمی که داره بهشون ظلم میشه؟ پس شما چه فرقی با گشت ارشاد میکنید؟ گشت ارشاد هم به اون آدم‌هایی که مخالف عقایدشون باشه فوش میدن، با لگد میکننشون تو ون، میبرن چیز میکنن تو ماهتحتشون. حالا اگر شماها بیاید یه کسی بخواد حجاب بذاره، یه کسی بخواد احترام بذاره به عقاید درونی خودش، اصلا بخواد مسلمون باشه بخواد تیپ بزنه، شما هم بهش فوش خارمادر میدی، میگی این تیپته، این حجابته، این روسریته. پس شما چه فرقی با اون آدم میکنی؟ چه فرقی با اون آدم میکنی؟ بفرما بگو. بیشرف گفتن، الفاظ رکیک به کار بردن در همه جای دنیا توهین حساب میشه، جرم حساب میشه. اینو من نمیگم و این قانون حقوق بشر میگه، قانون کشورهای مختلف میگه. بعد شما با افتخار فیلم میگیری و فوش میدی؟ این چه مبارزه‌ای که تو داری انجام میدی؟ بعد از اون طرف پروموت کردن این موضوعات و سانسور کردن این فوشاست توسط رسانه هایی که اهداف سیاسی خودشون رو دارن دنبال میکنن. بعد میان مثلا به من میگن که من رفته بودم نوشته بودم که پرویز پرستو آدمی هستش که هم خیره، هم جز اولین نفرایی بوده که راجع به فساد تو سینما ایران صحبت کرده. بعد کامنت های عده توی پیج من استوری گذاشته بودم و از پرویز پرستویی نوشته بودم، چون من پرویز پرستویی رو میشناسم، از فعالیتاش هم باخبرم و خیلی از آدمایی که اومدن حالا میدیدن من پرویز پرستویی رو دنبال میکنم، طرف داشت اعدام میشد، زیر اون تناب دار بود روی چوبه، بعد اون فضا رو براتون ترسیم بکنم ببینید، داشتن تناب دار رو مینداختن تو گردنش، همین پرویز پرستویی رفت و اون آدم رو از اعدام نجات داد. به اندازه کل هیکل اون آدم هایی که الان ادعای مبارزه و ادعای اینو میکنن که دارن دفاع میکنن از حق مردم ایران، خدمت کرده به سری آدم ها. به اندازه کل هیکلشون بیان لیست بکنن خدماتی که به مردم دادن، بیان لیست بکنن کارهای خیرخانه‌ای که انجام دادن. پرویز پرستویی لیست بکنه 3 ماه طول میکشه بتونید به انتهای لیست برسید. بعد میاد به طرف فوش میدید، اسم خودتون هم میذارید مبارز، مثل اینکه طرف مگه ما ندیدیم؟ طرف میاد میره کیس سیاسی میده، میاد کیس اینو میده که من نمیدونم جونم در خطره، میاد میره تو کشورهای مختلف پناهنده میشه، به محض اینکه پاسپورتش رو گرفت نفر اول شیرجه میزنه میره ایران. بعد همون آدم اومده و استوری من رو ریپلای کرده و به من گفته بیشرف، به من گفته بیناموس، به من گفته که آدم فروش، به من گفته که تو 100% طرفدار آخونده هستی، تو 100% جمهوری اسلامی هستی، 100%. نه عزیز من، شما باید حقایق رو ببینید. حقایق بر پای منفعت نمیشه، بر پای یک سری چارچوب ها باید اتفاق بیفته. چون که یه نفر رفته از یه نفر فیلم گرفته فوش داره به اون آدم میده، به اون بچه داره میگه بیا فوش کدار بده، انواع اقسام فوشا رو میده، شما اونو نمیبینی؟
پس شما چه فرقی میکنی با اون آدمی که داخل ایرانه؟ چه فرقی میکنی با اون آدم هایی که دارن ناموس من و شما رو کتک میزنن اگه یه ذره حجابشون بد باشه، نمیدونم اسپری فلفل میزنن، یه ذره مبارزه بکنن؟ بابا اگه توی امریکا یا توی کشورهای مختلف پلیس نبود اینا هم جر و جر میکردن اون آدما رو. پس کی این وسط باید واقعا عدالت رو بگه، عدالت رو اجرا بکنه؟ مبارزه‌گری یعنی این؟ اگه اینه خوب بفهمید بگید ما هم بدونیم. عقده‌های خودتون رو به پای دموکراسی نذارید. برید ترجمه دموکراسی رو بزنید توی اینترنت بیاد یعنی چی. عقده‌گشایی میکنید از آدم‌ها. بعد از طرف سوال سیاسی میپرسی، سوالی که به قول خود پرویز پرستویی اگه بخواد طرف جوابشو بده بعد 2 ساعت بشینه صحبت بکنه. خودتون میگید چرا سلبریتی ها وارد دنیای نمیدونم سیاسی میشن، بعد خودتون از اون سلبریتی ها سوالات سیاسی میپرسید. خب شما با این رفتاراتون باعث میشید که آدم‌هایی که این ور قضیه هستن رفتار بد شما رو ببینن، رفتار رکیک شما رو ببینن، بگن ای بابا بذار هم صد رحمت به اون آخوندا، اینا بیان بدتر از اونان. چون به هر حال یه سری آدم‌ها هستن دوستان عزیز معتقدن شما نمیتونی هیچ وقت چادر از سر اون آدم در بیاری، روسری از سر اون آدم در بیاری. معتقده، اینو داره. مثل همین آلمان مسجد و کلیسا و جمعخانه و فاحشه‌خانه کنار همه. حالا شاید یه 100 متر این ور اون ورتر باشه، نمیگم دیوار به دیوارم 100 متر، ولی همه ی عقاید احترام میذارن. کسی که میره تو کلیسا کسی بهش فحش نمیده، کسی که میره تو مسجد کسی بهش فحش نمیده، کسی که میره تو نمیدونم جمعخانه های اهل حق بهش فحش نمیده، کسی هم که میره تو فاحشه خونه کسی بهش فحش نمیده. ولی شما با این رفتارتون، با عقده گشاییاتون دارید این رفتارا رو نقض میکنید. حالا من دارم اینو میگم، کامنت های مردم، تو بیشرفی، تو بیشخصیتی، تو باید احترام بذاری به عقاید من. همونجوری که من میتونی در کمال احترام نظر خودتو بگی و منم میتونم قبول کنم، میتونم قبول نکنم. وقتی تو توهین بکنی، تو از اون آدم‌هایی که دارید دم ازشون میزنی، تو از اونها بدتری، تو از اونها پایینتری. بازم میگم اون فحشایی که اون بچه‌ها دادن، شما اومدی اصطلاحاً حقوق اون بچه رو، دنیای معصومانه اون بچه رو خراب کردی. اگه ادعات میشه 4 تا بچه انداختی جلو دارن فحش میدن، بعد نگران بچه‌های ایران، نگران بچه اطراف خودت باش، ببینیم داری اونا رو درست تربیت میکنی، بعد بیا طرفدار حقوق یه عده دیگه باش. یه پرانتزم اینجا باز بکنم، همین اتفاقات رخ داد، بعد آدمایی که میخواستن برن وارد سینما بشن و اون فیلم‌ها رو ببینن، و حال اونو دوست داشتن برن فیلم‌ها رو ببینن. تو نمیتونی حریم اون آدم‌ها رو براش صد ایجاد بکنی، شما اجازه نداری بری ببینی. به اونها هم فحش میدادن، بعد یکی دو تاشون هم فیلم منتشر کردن، گفتن که بابا این چه رفتاری با ما میکنن، مگه ما آدمای سیاسی هستیم؟ بریم یکی از این فیلم‌ها رو ببینیم. یکی از دوستان واسمون بلیت گرفته بود، گفته بود که بیایم فیلم 1001 روز آقای پرویز پرستویی رو ببینیم، بچه‌های خوش زنه. بعد مستند بودش و اینکه بادیگاردی میام جلو. آره ولی اومدن ما رو خوش میدن، جریان سیاسی کردن. بچه بگیم مرگ و جمعه قابل توجه اینا هم خودشون گذاشتن تو پیجاشون، ما برداشتیم میتونید ببینید. بعد از همه این ماجراها هم پرویز پرستویی اومد یه ویدیو گذاشت تو پیج خودش و نسبت به این اتفاقات واکنشش داد. بریم جوابی پرویز پرستویی رو هم بشنویم. سلام و عرض ادب خدمت عزیزانی که چهره بنده رو میبینن، صدای بنده رو میشنون. من لازم دونستم که یه توضیحی به شما عزیزان بدم که این 2-3 روزه چه اتفاقی افتاده. ما حدود شاید 2 هفته هست که با فیلمی تحت عنوان قصه های 1001 روز که ساخته دکتر حبیب احمدزاده است که در اون جز بحث صلح هیچ چیز دیگری نیست، فیلم کاملا مستنده و کلیه فعالیت‌های بشردوستانه و کارهای اجتماعی که تو این طول 10 سال گذشته انجام شده، با این فیلم آمدیم به آمریکا، اون هم به دعوت کدپینگ یا به روایتی گروه‌های صلح طلب آمریکایی که این فیلم رو در شهرهای مختلف نمایش بدیم و این اتفاق افتاد.
اتفاقای خوبی هم افتاد. خارجی آمدن دیدن، امریکایی آمدن دیدن، ایرانی آمدن دیدن و نقطه نظراشون رو گفتن. من حیث المجموع اتفاقای خوبی بود، عکس العملای خوبی نشان دادن. اما تو 2 مجلس واقعا اتفاقی که نباید افتاد، اون هم 5-6 نفر آدمی که با پرچم‌های خودشون دم سینماها آمدن و مانع ورود آدم‌ها شدن به سینما. یعنی از مردم می‌خواستن که آقا شما نرید این فیلم رو ببینید. و بالاخره اونها هم خب بالاخره آدمایی هستن که میتونن خودشون تصمیم بگیرن که بیان یا نیان. وقتی مواجه میشدن با مخالفت آدم‌ها، شروع میکردن با فحاشی، اونم نه فحاشی ساده، فحش‌های ناموسی. یعنی آدم‌ها با خانواده‌شون دارن میان اونجا و فحش‌های ناموسی میدادن، فحش‌های رکیک، حتاکی و مانع ورود آدم‌ها به سینما میشدن. و حتی ما ازشون دعوت میکردیم که آقا بیاید شما بشینید فیلم رو ببینید. انقدر صدای اینا بالا بود که شاید صدای ما رو نمیشنیدن و مدعی بودن که ما در واقع زبان 80 میلیون آدم هستیم. من میگم کدوم 80 میلیونی که ما جز شهروندش هستیم و از اونجا از نزد اونا در واقع میایم به این مملکت. و حتی در واقع تمامم نمیشه، بلند میشید میاد توی یک شهر دیگری با یه مسافت طولانی، دوباره با همون وضعیت، همون تعداد آدم، همون پرچم، همون فحاشی، همون فحش‌های ناموسی وارد سینما میشید. من حتی از این عزیزان خواستم که آقا صداتون رو بیارید پایین، با هم میشینیم صحبت بکنیم. به خدا ما صبر داریم که برای اینکه بشینیم با هم گفتگو بکنیم. بعد شما سوالی از ما میکنی، جوابی از ما میخوای که اون نیاز به توضیح زیادی داره. من نمیتونم اونو تستی جواب بدم. شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم، این سوال شما رو بدم. من به هدف دیگه ای آمدم. من با هدف صلح آمدم اینجا. من با هدفی آمدم که در کنار هم بشینیم، در واقع فیلمی رو ببینیم که پیامش پیام صلحه. پروفسور فرایلینگر از اتریش، خانم سویا از آسیا، سالیان سال در واقع اینا فعالیت کردن و ما هم از خاورمیانه. یک مثلث صلحی تشکیل شده که پیام خوبی داره. بتونیم به تمام مردم در واقع نشون بدیم که آقا صلح چیز خوبی است، جنگ ویرانگره. و خب مواجه میشیم با این صحنه. حتی پلیس حضور پیدا میکنه. پلیس حضور پیدا میکنه، حرفای بنده رو میشنوه، حرفایشون هم میشنوه و در واقع اونها رو محکوم میکنه که آقا شما حق ندارید ورود بکنید به این شکل، از یه شهر دیگه بدو دوباره تعقیب بکنید و در واقع اینها رو مثلا از آرامششون رو بگیرید و مردم رو نذارید برن سینما. شما خب میتونید نیاد اصلا. و چرا فحاشی واقعا؟ چرا حتاکی؟ چرا حرفهایی که واقعا شایسته که آدم نیست؟ شما که میگید مثلا در مهد آزادی داری زندگی میکنید، در مملکتی که آزادی بیان هست. آیا آزادی بیان فقط لعن این چنینی است که به اصطلاح شروع کنید آنچه که فحاشی و توهین به ناموس مردم بکنید؟ من فکر نمی کنم این خوشایند خانواده ها و عزیزان هموطنی باشه که تو این سینما حضور پیدا میکنن. کلام آخر، عقده‌های خودتون و سوالات خودتون و رفتارهای خودتون رو با دموکراسی و آزادی بیان سالات شیرازی نکنید. هر رفتاری تعریف داره، هر مبارزه‌ای روش داره. با فحش خواهر و مادر دادن و گفتن بیشرف و فلان و فلان شما به اهدافت نمیرسی، بلکه کاری داری میکنی که بدتر از اون کارهایی که آخونده دارن میکنن. اگه هدفتون مبارزه است، اگه هدفتون گرفتن حق اون 1500 شهید آبان، اگه هدفتون گرفتن حق اون بچه‌هایی که تو ایرانه و بهشون با اون همه دنیایی از ثروت بهشون امکانات نمیرسه. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.